انشاءالله خدا خواهد. ولی میمریم، شما خیال نکنه که این دنیا باقی نیست. یه دنیا فانیه. اگر باقی میبود ما شما خدا خواهد انشاءالله کسل نمیشیدیم، پیر نمیشیدیم. جنت نمیخیره، کسل نمیشه، پیر نمیشه، قفای گوش نمیده، قفای نون نمیده، یکود نمیره، یکود نمیره، همه شرایط هم تمسته. دیگرگون هم نمیشه، بو هم نمیکنه، یک کت، یک پیاله شیره، عسل، خمر، همه چیزا انگور خدا خواهد وشنی و انگور میسته، وشنی خدا خواهد اناره، وشنی خدا خواهد خرمای، وشنی میسته و دیگرگون نمیشه، شیری و تغییر نمیابه. حاضر هم از خدای تیار که فقط برای فقط جوتا با عبادت تیار میکنه دیگه. که خدا خواهد تواد عبادت میکنه جوتو تیار میشه. جوتو که تیار شد انشاءالله پگم که محشرگاه گرفتن تب صبح ساو که چیکار میکنین؟ من نمیگم که شما بوی نشید، بویشین، مهنت کنین. این الله یعبد، خدا جوانی بکنه چه بد میبینه. فقط برای خواه رفتن نامدگی دنیا، برای خوردن ما خدا نآفریده. ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون. ما میگه آفریدیم برای چی؟ جینا نفهمه مگر هم برای عبادت من. ما برای عبادت اومدیم اینجا خدا خواهد. برای الله سبحانه شناختن دنیا اومدیم. خدا باید که بشناسیم، طاعت کنیم، ان شاء الله عبادت کنیم. تونکو هیچ کس از عبادت ها ضرر نکنه الحمدلله. تونکو گناه کرده لک لک گریسته گشتی، لک لک گریسته گشتی، لک لک هر روز تلفن میشه پشتی من، هر روز میگن تکرم نجات چیکار کنم دوملو استرا کنم خدا میبخشه نه بخشه که سوال هر روز شده است. نیک یک تا نمازخون تلفن نکرده که دوملو جان من نمازخونش در رسول شدم، بی قدر شدم، هیچ کس حرمتم نکردم. رسولش ما خوب بودم ما خریم، ما خوب بود زیناگریم که هم زیناگر تلفن میکرد یفتیم بیا. یکی یک تا نماز خون الحمدلله ولی جالب نکرده. یکی گناهگار هر روز جالبه، هر روز شکایته. چونکی میترسی. جواش میشه خدا خواهد این زینا گنده چیزگم، این زینا گنده چیزش، این زینا گنده چیزش زنک بوزی، این زیناش بانکروت میشه. اگر میلیاردر باشی قسم به خدا، قسم پونیسه. والله بالله تعالی این خودگی آدم اگر نوتوری باشه پیش خدا جواب میده قسم. والله که کسی اگر خدا خواهد زنک بازه البته بانکروت میشه. پیامبر فرمودن که سه چیز با وجود میافتند. یکم عمرش کوتاه میشه. دوم خداوند برکات ای خونت میگیره. سوم ان شاء الله خدا خواهد سیمان سالیم که خدا نور میتیه، همون نور ایرود میگیره. و میگن که نسته. وزن با هم میتونن. دوده در کوچه ما جو دوش بترکم زنک بازه چیه؟ خدا در همین دنیا پیس و مخاط میکنه. هم در خدا بالا آفت اکو کنابکن دادن میگیره. زیناگران در همین خیلی. اما بچه کسر میشه، زن کسر میشه، گاود میمره، ماشینت میزنی. همین زیناگران بین یگان تاش بای نشده. مصیبت بالای مصیبته. این شیرین چیزا تا میگیره. یک زیناگر میدونم. بچه شیرینش یک دونه بره. مالش مردسته به روزا میاد. ماشینش از دست شده. 5-6 تا ماشین از زگی آدم ها مندم. 5-6 ماشین از دست. نه میخره. زنک بوزه میراد. جر نمیپره میراد. دشت نمیزنش میراد. هم رینده با میفروشش. آخری چی نمیمونه. چون که وعده خدا وعده پیغمبر دروغ نیست برادر. چی در کار؟ ما شما او گناه کردن چی در کار؟ تو نمی خوش رو بخمن از یک پشتیرن یک بردن اون. تو نمی گوه ها میشه خدا خواهد 5 سال 10 سال گم میشه. تو نمی همین چی با رفتنش نبو پیش ما میرا دوملو جو زندگی نجمی دسته. فالو پیستون همین خدا خواهد کو بیام حج میرم فالون میرم فالون میکنم دو کنه در نماز دو کنه پولم تیه خیلی بیتیش همین سر میشنه که خیمار زده. بدبختی 8 میلیون یک بچه را دادم. همونجا تلفن کرد منه که فان کرد گفتم دوملو جان خرزم پولی ماتی گفت باید خیمار زده. باجای رفته اونجا خونه‌شو پول آوردن خونه‌شو با پول میوره با بیچاره با بشپنش میوره کو بعد با گوسپانا میخره سرش خدایی روسیه تروریست خدا خواهد نه تروریست و تو باجای اپ یک نه پول دادن ات یک نه پول دادن ات بیچاره با این رسخوت کرسته سببش که سببش نمیچینه گناه
گناه که زیاد شدن گیرد خدا بلا دادن میگیرد نیک همین دم توبه نمیکنی دوری همین دم طاقت نمیکنی همین برای در اهل اسلام انشاءالله سخن کنیم سخن بسیار است لیکن همه ما که توبه کنیم انشاءالله رو به سوی خدا بیاریم انشاءالله نماز زکات خون انشاءالله جوانای خوب شه انشاءالله خدا هیچ وقت خدا خارج نمیکنه گر بنده خدای میگه گر بنده خدایی گر پیرو قرآنی باید نماز کن تا اگر گوی که من بنده خدا میشم گوی باید به نماز نشدن نکن تو خدا خواهد محمد پیغمبر میگه چون که محمد چی آورد مونده نماز آورد این شبی میراج دلار نباید مونده شبی میراج خدا خواهد زن نپرسید بچه نپرسید دختر نپرسید یگانه الله گفت نماز بر امتات نته گفت همین خونه نجات گفت تمام میبخشیم همشه میبخشیم بخشنده تمام گناه شوندهش نمینه گناه های کبیره ما شما توبه عبادت میشه صغیرهاش همین استغفرالله میگه سبحان الله میگه الله اکبر میگه طهارت میکنی روته میشی همین وقتی توزش رفتن میگیره ولی همین برادر ناامید نشه خدا خواهد گرچه گناهگار باشی امروز توبه کرد خدا خواهد خدای تعالی گفته بیا استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا ای آنانی که ایمان آوردن بیا که اومدن صادقانه بیا بگم دیگه نمیخره تمام من اگر برادر 24 نخورده اگه به همیز بوده توبه کنه اگر دیگه نخره انشاءالله خدا خواهد الله میبخشش الا اگر خورد دروا میشه بعد منافق میشه تو که خدا فن کرد ببینید نه که خدا فن کرد نمیشه برادر آورد نشه هم دفعه میکنه خدا بهترین مکارا هست مکر میکنی خدا نمیده همین طرز میکنه که خدا تعیین میشه و حضرت عیسی آوردن کافرها کسی قرآنی آوردن قواش کردن میکشتگی شیدن آدم قوا کردگی اومده گفتن که همجا دراده قواش کردن خوننده یا بار دومده بینگفته استادا شفته دومده که خدای تعالی هم تا قافیش عیسی نگردون بود عیسی علیه السلام بالا بود برمد که عیسی قافیدن من فلان چیم چون خدا قافیش عیسی کرد دستاشو میخ زدم اسکمی بنده بود ولی عیسی کشتن آورده فنکر خونه در آورده خودش مرد حضرت عیسی هم زنده میاد خدا خواهد من نزدیکی خدا خواهد دجال میبره حضرت عیسی میآید پاشاگی میکنه روی دنیا من خدا دوستاش خور نمیکنه هیچ وقت در هیچ جا خور نمیکنه در هیچ جا زارت نمیکنه همیشه نگهبانت همیشه حمایت کننده تو نمی ملیاردر میشم گفت هر روز نکنه گفت تو نمی من برای پول ما چقدر عذاب کشیده شدی ببین تو یخلا 5 سال 10 سال نیست نیکی میساختم که اومده با یک چیز نه یک کاری بیدند صرف میکنه هم قد ثواب میشه و میگرده